امروز بعد از مدت‌ها با آجی اومدیم شهریار. همینجوری داشتیم پاساژا رو میگشتیم و خیلی شلوغ بود که هیچی برام نمیگیری. منو اسیر آوردی اینجا. اینجا آینده من مغازه. اینجا هم به نظر منم خوب. چقدر قاطیه. چقدر چیزه. مثلا ما واسه مهمونیم. جوراب فروشی اینا رده داره خیلی خوشیه. نگاش آخه اون آخر هم یه سری پیتزا خوره که خریدیم و سلام برگشتیم خونه همین.